أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان ارجمند، تا کنون درباره دو رکن از ارکان حج یعنی احرام و طواف مطالبی رو خدمت شما بیان کردم. در جلسه امروز میپردازیم به بیان یکی دیگر از ارکان حج که سعی در میان صفا و مروه هست. صفا و مروه دو کوه هستند که در کنار خانه کعبه قرار دارند و اساساً خارج از مسجد الحرام محسوب می شوند، یعنی جزوی از مسجد از نظر حکم نیستند. و سعی در میان صفا و مروه یعنی دویدن، راهپیمایی کردن در میان این دو کوه یعنی صفا و مروه. و همان گونه که از اسم این دو کوه به این ترتیب یاد شده که صفا و مروه، سعی و حرکت هم از صفا شروع می شود تا به مروه برسد و برعکس، یعنی آغاز سعی و راهپیمایی در میان صفا و مروه از صفا شروع می شود. الله متعال در قرآن کریم درباره صفا و مروه این مطلب رو یادآوری کرده که صفا و مروه جزو شعائر الهی هستند. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. صفا و مروه از شعائر الله متعال هستند و کسانی که خانه کعبه را حج می کنند و به حج بیت الله می روند باید در میان صفا و مروه سعی بکنند و این رفت و آمد و راهپیمایی در میان صفا و مروه یکی از ارکان حج هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در روایتی که در مسند امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هست و با مجموعه طرقی که دارد یک روایت صحیح هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اسعوا فإن الله كتب عليكم السعی. در میان صفا و مروه سعی بکنید، راهپیمایی بکنید، رفت و آمد بکنید، زیرا که الله متعال این سعی را برای شما در واقع نوشته و فرض کرده. و همچنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در اثری که از ایشان نقل شده فرمودند که ولعمری ما اتم الله حج من لم یطف بین الصفا والمروه. الله متعال حج کسی را که میان صفا و مروه طواف نکرده باشد، یعنی رفت و آمد نکرده باشد، سعی میان صفا و مروه را انجام نداده باشد، الله متعال حج چنین شخصی را کامل نمیگرداند. و این اثر یک اثر صحیح است، در صحیح مسلم نقل شده. پس بنابراین
به استدلال از این آیه قرآن و حدیث رسول الله و اثر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، سعی بین صفا و مروه یکی از ارکان حج هست و هر انسانی که میخواهد که حجش صحیح باشد و حج موافق با دستور الله و سنت رسول الله را انجام بدهد، باید که این سعی میان صفا و مروه را هم انجام بدهد. منتها همان گونه که درباره احرام و درباره طواف من قبلا عرض کردم که هر یکی از این شعائر برای خودشون یک شروط خاص و ویژه‌ای را دارند، بحث سعی بین صفا و مروه هم از این حکم و قاعده مستثنا نیست. سعی میان صفا و مروه هم شرایطی را دارد که انسان حاجی باید این موارد را مراعات بکند. اساسی ترین شرطش همون نیت هست، نیت انجام یکی از فرایض و ارکان حج و رفتن و راهپیمایی میان صفا و مروه به قصد تقرب به الله متعال، که این نیت را در تمام ارکان و در تمام مناسک حج باید داشته باشیم. و یکی دیگر از شرایط سعی میان صفا و مروه این هست که این سعی بعد از یک طواف صحیحی باشد، یعنی قبل از این سعی میان صفا و مروه یک طوافی انجام شده باشد و اون طواف صحیحی باشد، مانند این که این طواف عمره یا طواف حج باشد و این طواف باید 7 دور کامل باشند، یعنی قبل از صفا و مروه انسان باید 7 دور کامل پیرامون خانه کعبه باید طواف کرده باشد، بعد از این منتقل بشود و برود به صفا و مروه. اگر 6 دور زده بود و طوافش ناقص شده بود، این سعی بین صفا و مروه مشروع نیست. ابتدا باید این فرد بر بگردد، 7 دورش را کامل بکند و طوافش کامل بشود و بعد از این باید بیاید طواف بکند. و این سعی بین صفا و مروه خودش یک نوع عبادت مستقل و جداگانه نیست، بیگونه ای که بدون از طواف باشد، بلکه این سعی میان صفا و مروه جزء در واقع همون طواف پیرامون خانه کعبه هست. یعنی این که به صورت مجزا و جداگانه ما نمیتوانیم که در میان صفا و مروه طواف بکنیم یا این که سعی بکنیم، مگر در صورتی که قبل از آن طواف خانه کعبه را هم انجام داده باشیم. یا به تعبیر دیگر درباره طواف خانه کعبه من قبلا اینو عرض کردم که چندین نوع طواف داریم، من جمله طواف نفلی، طوافی که بدون سبب هست. شما در داخل مسجد الحرام هستید، به جای این که بخواهید نماز بخوانید می توانید که بلند بشوید و 7 بار پیرامون خانه کعبه دور بزنید که این یک طواف مشروع هست. اما سعی نفلی ما نداریم. یک انسانی بخواهد فقط به خاطر این که سعی یک عبادتی رو انجام داده باشد، سعی نفلی رو انجام بدهد، در میان صفا و مروه برود و بر بگردد. پس بنابراین یکی از شرایط سعی بین صفا و مروه این هست که قبل از آن باید یک طواف صحیحی وجود داشته باشد. و همچنین یکی از شرایط سعی بین صفا و مروه این هست که انسان حتما باید از صفا شروع بکند، همون گونه که در قرآن نام صفا قبلا آمده، ان الصفا والمروه من شعائر الله. طواف و سعی بین صفا و مروه هم باید از صفا شروع بشود به مروه پایان بیابد. پس بنابراین این هم یکی از شرایط هست. و شرط دیگر و شرط چهارم در این زمینه این هست که این اشواط و این طوافه ها باید 7 مرتبه باشند، همون گونه که پیرامون خانه کعبه 7 مرتبه دور میزنیم،
در میان صفا و مروه 7 مرتبه هم باید برویم و بر بگردیم. منتها رفتن از صفا تا مروه 1 شوط حساب می شود و برگشتن 1 شوط دیگر هست. یعنی این که شما اگر از صفا شروع کردید رفتید به مروه و از مروه دوباره اومدید به صفا، یعنی این که 2 دور را کامل کردید و مجموعاً باید 7 شوط بشوند. از صفا شروع میکنید میرید به مروه، از مروه بر میگردید به صفا، این 2 شوط هست. 3 مرتبه این کار را انجام میدهید، میشوند مجموعاً 6 دور و برای آخرین بار از صفا میروید به مروه میرسید که 7مین مرتبه هست و این اشواط 7گانه در واقع پایان یافته. برخی فکر میکنند که رفت و برگشت فقط 1 دور حساب میشود و 1 شوط هست. این گونه نیست. رفتن از صفا تا مروه 1 شوط و 1 طواف و 1 دور حساب می شود و برگشتش 1 شوط دیگر و مجموعاً باید 7 تا رفت و برگشت باشند، یعنی 7 رفت و در واقع با برگشتش که یعنی 7 تا باشند. این می شود طواف یا سعی بین صفا و مروه که باید 7 دور کامل باشند. رفتن 1 دور و برگشتن 1 دوری محسوب می شوند. از صفا باید آغاز بکند و منتهایش و پایانش باید به مروه باشد. امیدوار هستم که سعی بین صفا و مروه شما هم انشاءالله مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطابق با اون معیارهایی باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردند و همچنین امیدوار هستم که الله متعال تمام شعائر و مناسک حج شما را انشاءالله به درگاه خودش قبول بکند. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان